کن برای شماهایی که تو کار سختید، جای سختید، با آدم سختید، و یه آدم ظالمی هستی. یه حدیث از پیغمبر خوندم، گفته ان الله یحب المعالی الامور، خداوند کسایی که کارای بزرگ انجام میدن و دوست داره، یعنی خودش میاد حمایتتون میکنه. شما کارهای کوچیک انجام میدین، کارهای پست انجام میدین، خیلی موقع کارهای خار انجام میدید، خداوند انگار این کارهای کوچیکو دوست نداره. به خاطر همینه که میگه فان مع العسر، میگه آسونی رو بعد از چی قرار دادم؟ سختی. جایی نمیتونه بگه که بعد از آسانی قرار دادیم. شما شنیدید؟ میگه بعد از سختی آسانی قرار دادم. وقتی میری یه سختی میکشی، یه سختی بزرگی رو طی میکنی، خداوند به آنی برات آسانی قرار میده. دستتون تو دهن اژدها باشه، توکل داشته باشید، خدا شاهده اژدها گازتون نمیگیره. همون جوری که نهنگ یونس و گاز نگرفت، اسید معده نهنگ میتونست یونس رو تیکه تیکه کنه دیگه، تیکه تیکه نکرد چون توکل داشت. توکل انگار همه چیزو تغییر میده.